خب روز همگی به خیر. سلام به همه اونایی که تازه به جمع ما اضافه شدن در روبیکا. ما 50 اومدیم تو، اینم 10 دقیقه 15 دقیقه است که در روبیکا کنار شما هستیم. بریم به سراغ آقای دکتر آقای دکتر علی اسداللهی امین، فوق تخصص بیماری‌های عفونی، چهره‌ای که در تصویر دارید مشاهده می‌کنید، استاد دانشگاه که امروز هم کنار ما هستن. سوالات ما الان دیگه میره به سمت بیماری‌های عفونی، واکسن که می‌خوایم حالا جزئی در موردش هم صحبت بکنیم. شما هر سوالی دارین بپرسین. سلام، روز بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان هست. متشکرم از شما. آقا موضوعی که امروز شما توصیه کردید بریم موضوع واکسن هاست، درسته؟ بله، پاییز دیگه، هوا بله. کم کم داره سرد میشه. البته خیلی خوشحالیم که بالاخره بارون اومد. بله. ولی خب سردی هوا رو احتمالاً حس کردی. شما عفونی ها بارون رو دوست دارید؟ بله، همه فکر کنم دوست دارن. نه حالا به لحاظ رشته‌تون. نه، بارون میشوره میبره خیلی چیزا رو؟ نه، به هر حال خیلی ارتباطی نداره، ولی به هر حال رطوبت هوا و سردی هوا باعث میشه که یک سری از بیماری ها شدتش بیشتر بشه، شیوعش بیشتر بشه. مثلا ویروس‌های سرماخوردگی، همین سرماخوردگی معمولی تا حالا به هر حال ویروس‌های مثل کرونا یا کووید 19 یا آنفولانزا که بالاخره ما برای آنفولانزا واکسن داریم. یعنی ویروسی هستش که ویروس خطرناکیه. یعنی یه سرماخوردگی ساده که حالا ممکن من شما بگیریم، چند بار ممکنه در سال بگیریم، خیلی عارضه‌ای نداره. یه 2-3 روز مثلا یه مقدار بیحالیم، ضعف داریم، مثلا فینفینه رو می‌کنیم، ترشح داریم، خوب میشه. ولی یه آنفولانزا خدای نکرده ممکنه که عوارض مغزی، عوارض قلبی، عوارض ریوی، مخصوصا در افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارن ایجاد بکنه و خدای نکرده باعث مرگ و میر بشه. بنابراین این هستش که برای این ویروس واکسن تولید شده و هر سال این واکسن آپدیت میشه، اصطلاح ما یعنی بروز میشه، چون ویروس های آنفولانزا جهش پیدا میکنن و خودشون رو تطبیق میدن با شرایط. بنابراین لازم هستش که هر سال ما واکسن رو بزنیم. الان هنوزم کرونا میگیرن مردم؟ بله، کرونا و کووید 19. به کرونا ویروس خودش ویروس سرماخوردگیه. کووید 19 یک زیر مجموعه از کرونا ویروس ها هستن. وگرنه کرونا ویروس ها، رینو ویروس ها، اینها ویروس های سرماخوردگی هستن که از قبل هم بودن، حالا یه جهشی پیدا کردن که در واقع شدن کووید 19 و ما متاسفانه هنوز هم داریم. یعنی اینجور نیستش یعنی که تست میگیرید متوجه بشید؟ بله، بعضی از مواقع تست میگیریم، ولی خب خیلی وقتا هم که علامت های خیلی خفیفی دارن و فرد نیاز به تست دادن و بسته در بیمارستان پیدا نمیکنه. الان دیگه اونجوری نیست که طرف اکسیژن خون بیفته و بره آی سی یو و اینا. خیلی کم، موارد خیلی کم. اون هم در افرادی که بالاخره مثلا خدا نکردن شیمی درمانی میشن، سیستم ایمنیشون ضعیف هستش. بله میبینیم، ولی نه اونجوری نیست الحمدلله، چون که یک ایمنی جمعی اتفاق افتاده. یعنی اکثر مردم آنتیبادی دارن برای همون در واقع اومیکرون که و حالا الان مثلا ایکس ای سی اومده، حالا یه زیرگونه در واقع اومیکرون هستش که اون الان یه مقدار شایع شده، ولی چون همه زیرگونه اومیکرون هستن و ما قبلا اومیکرون رو گرفتیم، این آنتیبادی رو داریم. بنابراین خیلی علامت‌های خفیفی هست و مشکلی معمولا ایجاد نمیشه. خیلی خب، بریم سراغ واکسن ها. جزئیاتش رو با هم دیگه بگیم. بله. آقای محمدیان مادی هستن که گفتم چقدر آشنا بود. آقای محمدیان سرماخون میخوره، خودش عکس میگیره. انشالله همیشه سالم باشم. پس ببینید، حالا ما آنفولانزامون چه موقع متوجه بشیم که آنفولانزا گرفتیم؟ خیلی مهمه. موقعی هستش که به هر حال یک درد خیلی شدید بدن، یک کوفتگی خیلی شدید، یعنی این سرماخوردگی رو می‌بینیم سرماخوردگی مثل قبل نیست و ما رو میندازه اصطلاحاً دیگه، میندازه تو رخت خواب و باید استراحت بکنیم و اینها. و این مهم هستش که اگر که در واقع ریس فاکتور داریم به پزشک مراجعه بکنیم. خب بهترین روش پیشگیری این هستش که ما الان هم وقتشه واکسن بزنیم. واکسن های مختلف هستش الان در بازار ایران. این که می‌بینید اینفلوواک در واقع هلندی هست که مردم میتونن استفاده بکنن. اون شما به من اینو زدین رو آنتن یا فرانسوی؟ الان مشکلی پیدا نکردی که نه بعد از اون روز نه مثلا دردی بگیره محل تزریق؟ یه ذره 2-3 ساعتی مثلا یه درد تیرکشنده به اینجاها داشت. آره، خیلی شایع ترین عارضش همین درد محل تزریق. حالا یه ذره مثلا اون موقع دست میزدم درد میگرفت. همین معمولا همینه. بنابراین خیلی عارضه شدیدی نداره. حالا در مورد عوارض هم صحبت می‌کنیم. خب این واکسن 4 ظرفیتیه. ما 2 نوع آنفولانزا داریم، آنفولانزا A و B داریم که در واقع هر دو نوع رو پوشش میده.
ولی خدمتتونم گفتم در برنامه قبلی که نوع بیشو ما 3 ظرفیتی هم میتونیم استفاده بکنیم. یعنی الان دیدن که تو در واقع شیوع این ویروس اینجور نیستش که حتما لازم باشه 4 ظرفیتی باشه. منتها الحمدلله واکسن های بازار ما واکسن 4 ظرفیتی هستش که مردم میتونن استفاده بکنن. حالا اگر اسلاید بعدی رو این واکسن گریپ فرانسویه. همینطور که میبینید ویال ها اصطلاحاً پرفیلده، یعنی اینکه نشونم دادم اون دفعه این ماده موثره داخل سرنگ از قبل پر شده، یعنی لازم نیست شما سرنگ رو در واقع جایی بکشید و اون هوایی هم که هستش اصلا نباید تخلیه بشه، چون ممکنه ماده موثره هم خارج بشه و خطرناک هستش و در واقع تاثیر رو از بین میبره. پس اینم واکسن گریپ. من گفتم فقط شکل ها رو ببینیم که به چه صورت هست. یه واکسن آخرم که خب برای ایران عزیزمون هستش فلوگارد هست. این هم باز نوترکیب هست. واکسن نوترکیبی هستش که 4 ظرفیتیه. اون 2 تا واکسن قبلی در پایه تخم مرغ بود، یعنی در محیط کشت تخم مرغ رشد پیدا می‌کردن. خب کسایی که ممکن بودن مثلا به تخم مرغ حساسیت داشته باشن ممکن بودن به این واکسن ها هم حساسیت داشته باشن. البته الان کنتراندیکاسیون نیست، یعنی نمیگن نزنید، ولی ممکن بود یه مقدار اذیت بشن. خب خوبی فلوگارد این هستش که نوترکیبه، یعنی دیگه بر پایه تخم مرغ نیست، 4 ظرفیتیه. منتها حواستون باشه در خانم‌های حامله و افراد زیر 18 سال خیلی مطالعات هنوز کامل نشده و بهتره که این افراد استفاده نکنن. دوستان اگر هم سوالی دارید میتونید از ما بپرسین، میتونین عکسی آزمایشی چیزی داریم بپرسین. خیلی خوب، چیزی داریم در مورد واکسن یا بریم سراغ سوالا؟ من در مورد ریسک فاکتورها بگم. این چه کسایی بهتره که در واقع حتما واکسن بزنن. ببینید دو سر در واقع طیف سنیمون، یعنی زیر 5 سال و بالای 50 سال، این 2 گروه به خاطر اینکه سیستم ایمنیشون ضعیف هستش حتما باید واکسن رو بزنن، به ویژه زیر 2 سال. ما گفتیم افراد زیر 9 سال چون که سیستم ایمنیشون ضعیفتر هستش و خوب پاسخ نمیده بعد 2 نوبت واکسن بزنن. اگر از این واکسن ها میزنن لازم نیست نصف دوز بزنن. قبلا میومدن از من بپرسیدن که خب این 2 نوبت رو باید نصف دوز بزنیم. نه، این 2 نوبت رو باید دوز کامل بزنن به فاصله 4 هفته. به فاصله 4 هفته این 2 دوز رو میزنن برای افراد زیر 8 سال و اگر که سال قبل این افراد واکسن گرفته باشن لازم نیست 2 تا دوز بزنن، یعنی همون 1 دوز کفایت میکنه. افراد بالای 50 سال هم که با سیستم ایمنیشون ضعیفتر هستش باید حتما واکسن بزنن. حالا یک سری از واکسن ها برای افراد بالای 65 سال هست که ما متاسفانه نداریم، به جز البته واکسن ایرانی که نوترکیب هست. یعنی واکسن نوترکیب بالاخره سیستم ایمنی رو بهتر تقویت میکنه و بله همین واکسن ایرانی که میشه بالای 65 سال زد. وگرنه واکسن هلندی و فرانسوی چون که در واقع های دوز هم نیستش یا ادجوونتد هم نیست، یعنی ادجوونت هم ایرانی قوی تره در افراد بالای 65 سال. بله، چون تکنولوژی ساختش متفاوت هست. خب توصیه شده که بهتره که پس ایرانی رو بزنیم. و افراد دیگه ای که در معرض خطر آنفولانزای شدید هستن و حتما باید واکسن رو بزنن، خب خانم های باردار هستن. در بارداری و شیردهی اصلا منع مصرف نداره، میتونن استفاده بکنن. حالا بجز واکسن بارداری سن خاصی داره؟ نه، لزومی در واقع 3 ماه اول دوم سوم میشه زد. البته واکسن ایرانی رو بهتره نزنن چون مطالعات جدید هستش و هنوز کامل نشد. بعد ارزم به خدمتتون افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارن، افرادی که مشکل ریوی دارن، مثلا آسم دارن، دیابت دارن. حالا تو کتاب ما این هستش که اونایی که فقط فشار خونی هستن لازم نیستش حتما واکسن بزنن، یعنی ریسک فاکتور نیست فقط فشار خون، ولی به هر حال توصیه این هستش که بالای 6 ماه حتما واکسن رو بزنن. افرادی که مشکلات نورولوژیک دارن، افرادی که مخصوصا در واقع زیر 18 سال هستن و آسپرین دارن مصرف میکنن، اونها ممکنه سندرم ری دچار بشن که در واقع التهاب مغزی شدید هستش. پس افرادی که خدای نکرده سرطان دارن شیمی درمانی میشن یا سیستم ایمنیشون ضعیف است به دلایل مادرزادی، به دلایل اکتسابی مثل بیماری HIV دارن، اینها در معرض خطر آنفولانزای شدید هستن. وقتی ما میگیم آنفولانزای شدید یعنی دیگه اون سرماخوردگی و بدن درد و اون سرفه خشکی نیست، دیگه ممکنه تب طول بکشه، سرفه ما خیلی دار بشه
و عفونت در ریه بره، مثلا در خانم‌های حامله ممکنه که ریه رو به شدت درگیر بکنه و خدای نکرده مریض وارد آی سی یو بشه، یا ممکنه مغز رو درگیر بکنه، اصطلاحاً آنسفالیت مغزی ویروس رو داشته باشیم، یا قلب رو ممکنه درگیر بکنه که قلب ضعیف میشه، ماهیچه قلبش دیگه نمیتونه بزنه و نارسایی قلبی ایجاد میشه، اصطلاحاً میوکاردیت بهش میگن. پس ارگان‌های مختلف رو ممکنه درگیر بکنه و عوارض خیلی شدیدی داره. شدید بوده. خیلی خوب. آقا کسی که خودش تو خونه تزریقات بلده میتونه واسه اینو اون بزنه یا نزنه نه بهتره؟ ببینید، در اکثر موارد اگر فردی قبلا حساسیت مثلا داشته باشه به اجزای واکسن، یا اینکه اصلا کلا به تزریقات بعضیا ممکنه که حساسیت داشته باشن، بهتره که یا به تخم مرغ حساسیت دارن، بهتره اینا در مرکز درمانی باشن. حالا اگر کسی مثلا دیابت داره انسولین میزنه خودش، یعنی بالاخره تزریقات در ناحیه دلتویدش داره صورت میگیره و بالاخره اون افرادی که کنارش زندگی میکنن آشنا هستن، میتونن خوب ضد عفونی بکنن، میتونن خوب سرنگ رو به صورت بهداشتی و به صورت ایمن در واقع دفع بکنن، چون سوزن سرنگ ما نباید در آشغالای معمولی بریزیم، این ممکنه دست یکی دیگه بره و اونو آلوده بکنه. اگر بالاخره با مراحل تزریقات فردی که در منزل هستش آشنا هست، اشکال نداره و فردم سابقه حساسیتی مثلا به تخم مرغ یا اجزای واکسنی نداره، بله میشه زد. ولی در اکثر موارد با توصیه ما این هستش که در مرکز درمانی که مجهز هستش و بالاخره مریض پایش میشه، بهتره که تزریق بشه. نوشته دکتر شما خودتون هم زدین؟ بله من هلندی زدم. هلندی زدین. بله زدن آقای دکتر. اتفاقا نوشتن هر سال میزنین، چه نوعی میزنین؟ ما سعی میکنیم که هر سال انشالله بزنیم، معمولا فصلش همین اواخر شهریور و اوایل مهر و خاصا آقای دکتر واجبه که بزنن، چون ایشون در جایی هستن که مردم به خاطر همین بیماری مراجعه میکنن. بله ما افرادی بالاخره با آنفولانزای شدید داشتیم هر سال و بستری کردیم، الان هم کم کم داره شروع میشه، یعنی حواسا جمع باشه، یه مقدار که هوا سرد میشه. آنتی بیوتیک رو آنفولانزا اثری داره؟ قطعا نه. یعنی روی ویروس ها خیلی ها میان اینجا میگن ما سریع گلومون که درد گرفت آزیترو رو شروع کردیم که پیشرفت نکنه، ولی بدتر نشه. آره سریع میگیم آزیترو سفکسیمه رو بخوریم که مثلا چرک نریزه تو ریمون، چرک نریزه تو سینمون، اینجوری چیز اشتباهیه نه؟ بله از قدیم بوده که سریع شب شانس آورم آنتی بیوتیک رو خورم، صبح که پا شدم خوب شدم. خوب شد. در که اون دوره بیماری است، بالاخره در اکثر افراد آنفولانزا یک بیماری خفیفی هستش که سریع خوب میشه. شما اگر که آنتی بیوتیک بخورید، اولا که ارگانیسم‌های مقاوم رو در داخل اصطلاح ما گلوتون، حلقتون، اینها رو رشد میدید و اگر خدای نکرده عفونت ریه بگیرید، خب اینها رشد میکنن و شما مجبورید که بستری بشید. بنابراین به هیچ وجه ما داروهای آنتی بیوتیکی رو توصیه نمی‌کنیم، اما بله ممکنه خود آنفولانزا مخصوصا در افرادی که سیستم ایمنیشون ضعیف است و در معرض خطر هستن، ممکنه وارد ریه بشه ویروس و التهاب ریه، عفونت ریه ایجاد بکنه و بر روی اون عفونت ویروسی یه عفونت باکتریایی هم سوار بشه. اینو داریم که یعنی عفونت در واقع یه نمونی باکتریال همراه با یه عفونت ویروسی ممکنه اتفاق بیفته که اون علائمش چی هستش که ما باید پزشک مراجعه بکنیم. یکی اینکه تبمون قطع نشه، یعنی 3 تا 5 روز با انتظار داریم یه فردی هم که آنفولانزا بگیره سالم هستش خوب بشه، می‌بینیم تبه ادامه داره، تبه هنوز طول میکشه، لرز میکنیم، درد قفسه سینه پیدا کردیم، یک درد موضعی قفسه سینه که نشان دهنده عفونت ریه ممکنه باشه پیدا کردیم، سرفمون که قبلا خشک بوده حالا خلطدار شده، حالا ترشح داریم، ترشح اون بدبو هست، چرکی هست. خب اینها به نفع یک عفونت ریه باکتریال هستش و آنتی بیوتیک میخواد. باز هم ما توصیه نمی‌کنیم برن اون سفکسیمه رو بخورن، حتما با نظر پزشک باید باشه، ممکنه عکس برداری لازم داشته باشه و کاراشون انجام بشه. دختر 12 سالشون مشکل قلبی داره، حالا نگفتن چه مشکلی، واکسن بزنه؟ بله مشکلات قلبی، مشکلات ساختاری قلبی، گفتم رو قلب ممکنه اثر بزنه، التهاب عضله قلب اسمش میوکاردیته، یعنی شما حالا میگن یه EF اصطلاح ما 60% ممکنه بشه 30% دیگه، این نارسایی بعد خدای نکرده پیدا بکنید و باید پمپ در واقع خارجی بذارید و همونایی که حالا شما در برنامه‌تون هم آورده بودین و واقعا ممکنه که خطرناک بشه. گفتن که پسر من آخر مهر میخواد بره چین. او چقدر سوال فرستادم برام، آخر مهر میخواد بره چین، لازمه که واکسن آنفولانزا بزنه؟ بله حتما، که مخصوصا شما وقتی که خودش تولید کننده است، تولید کننده انواع ویروس ممکنه باشن و
حتما باید بزنن. خوبی این واکسن‌هایی هستش که ویروس‌های جهانی هست، یعنی در واقع میان ویروسایی که در کل جهان قسمت‌های مختلف جهان الان شایع هستش و قبلا شایع بوده رو بررسی میکنن و بر اساس اون واکسن میزنن. بنابراین حتما باید واکسن رو بزنن. نوشته آقای دکتر اسداللهی من شما رو میبینم همش یاد کرونا میافتم. این بده یا خوبه؟ نمیدونم والا قیافه‌مون شبیه کرونا. آخه یه سری چهره‌ها تو طبیب بودن که سابقه شما بودی، آقای دکتر تبرسی، آقای دکتر مردانی، شما عزیز کسایی بودین که ثابت تو کرونا پشت به پشت خدمت مردم بودیم، باعث افتخار هستش که بعد خدا رو شکر کمک کردیم، جون سالم به در بردیم. لطف داشتن مردم، دعا کردن، ما هم خوشحالیم که تونستیم کمک کنیم. گفتن که وقت بخیر، من همیشه رعایت میکنم، دستکش میزنم، ماسک میزنم، شکر خدا زیادم سرما نمیخورم، 61 ساله هم هستم، نیاز برم بزنم با این حال، بچه‌م هم 30 سالشه، خانوم هستن ایشون 61 ساله. خیلی سوالا میپرسن، خیلی میان اینجا مثلا تو درمونگاه با دستکش و دو تا دستکش دستشونه، 2 تا ماسک هم رو صورتشونه، میگه من اصلا خیلی دارم رعایت میکنم، اصلا به چیزی دست نمیزنم، جای شلوغ نمیرم، پس من نمیگیرم پس نزنم. نه اصلا اینجوری نیست. گاهی وقتا یک لحظه حالا غفلت ممکنه که این اتفاق بیفته. اتفاقا خود دستکش پوشیدن هم اصلا ما توصیه نمی‌کنیم، چون خود دستکش آلوده میشه و باعث میشه شما دستتون رو نشورید. ما توصیه‌مون در پیشگیری از آنفولانزایی هستش که حتما شما دستتون رو مرتب با آب و صابون بشورید. وقتی دستکش دستتون میکنید خیالتون راحت میشه، به همه جا هم دست میزنه، اتفاقا آلودگی هم روی دستکش بیشتر میشه. بنابراین اصلا این نیست. خیلی وقت از ما میپرسن من رعایت میکنم پس نمیگیرم پس واکسن نزنم. نه اینجوری نیست. این خانم عزیز و فرزندشون حتما ما توصیه داریم که واکسن بزنن، به ویژه ایشون که بالای 50 سال هستن و جزو گروه‌های در معرض خطر. بذار ببینم که چی گفتن اینجا. سلام. آها، کسی ربطی نداره، کسی که آلرژی داره اگر واکسن آنفولانزا بزنه تاثیر مثبتی داره رو آلرژیش؟ روی آلرژی نه، ولی باید حساسیت رو بررسی بکنیم. قبلا میگفتن که اونایی که آنافیلاکسی یعنی حساسیت خیلی شدیدی روی به تخم مرغ دارن، اون واکسنایی که الان ما داریم و مثلا هلندی و فرانسوی رو نزنن. الان اتفاقا اون توصیه رو برداشتن، ولی خب این افرادی که سابقه آلرژی دارن حتما باید در مراکز درمانی واکسن رو بزنن. سارا خانم، این که گفتین پیام منو نخوندی برای آلرژی، الانم فرستادین، بحث آلرژیمون تموم شد دیگه. حالا میتونم بپرسم از شما، چون بحث آلرژی ارسی حالا نوشته خودش داره ولی فایده خیلی هم دکتر رفته فایده هم نداشته، سیتریزین و اسپری بینی بهش داده، درمانهای خونگی هم انجام داده، عطسه های شدید میکنه و از این قصه ها. بعضی قرص ایروکاست استفاده میکنه با ویکس بینی، خارش بینی و خارش چشم و اینا هم دارن. اینها باید اون ماده آلرژن رو اصطلاحاً شناسایی بکنن، یعنی احتمالاً در محلی که زندگی میکنن یا در محلی که کار میکنن اون یک ماده آلرژنی هست که باعث حساسیت در این افراد میشه. اون ماده آلرژن تا موقعی که هستش این علامت ها رو افراد دارن، بنابراین اونو شناسایی میکنن. یه سری کلینیک های آسما آلرژی داریم که میتونن به همکارای متخصص ریه‌مون مراجعه بکنن و هم این رو شناسایی میکنن، یعنی مواد مختلف رو داخل پوست تزریق میکنن ببینن که واکنش بدن به چه صورت هست و انشالله بشه که اساسی درمان بشه. انشالله. روز بخیر، پسرم 11 سالشه، یاسین، که پیامشون هم دیگه پاک کردن دیگه. خانم همونی که گفتن یاد کرونا میافتن، آرزو سلامتی برای شما کردن و تشکرم کردن از شما. گفتن که خسته نباشید. حتی ما اینو گفتیم 4 هفته خوبه فاصله بین 1 تا 2 دوز 1 بله تا 2. 4 هفته کفایت میکنه. حتی اگر که مثلا بعضی افراد اینجوری هم میان پیش ما میگن که من الان مثلا بچه‌م الان 2 ماه دیگه 1 ماه دیگه مثلا ممکنه که یا 2 هفته دیگه بالای 9 سال میشه. حتی الان که شما در واقع زیر 9 سال هستین باید 2 دوزو بزنید. یعنی اونو میزنید 1 ماه بعد حالا ممکنه بالای 9 سال هم بشه دوز دومو حتما باید بزنید. نوزادو نزنن که 20 روزه رو مثلا. نه بالای 6 ماه. بالای 6 ماه. تمام واکسن‌های آنفولانزا، اولا واکسن ایرانی که ما میگیم زیر 18 سال نزنن، چون واکسن ایرانی مطالعاتمون کامل نیست.
واکسن های دیگه بالای 6 ماه هستش، معمولا زیر 6 ماه. اگر مادر در هنگام حاملگی واکسن زده باشه، آنتیبادی که تولید میکنه از طریق جفت وارد نوزاد میشه. یعنی اینها هم این نوزاد ایمن به دنیا میاد. بله، و این خودش خیلی میتونه کمک کننده باشه. بنابراین خانم‌های حامله رو حتما توصیه میکنیم نترسن، بگن این واکسن ویروس زنده است. بله، ما یه نوع ویروس زنده هم داریم که اصلا تو ایران نیست. اینها همه واکسن های کشته شده است. حالا بجز واکسن ایرانی، واکسن هلندی و فرانسوی کاملا در حاملگی سیف است، ایمن هستش و بزنن که اون زیر 6 ماه هم کاور کنه. الان هنوزم واکسن کرونا داریم میزنن یا نه دیگه؟ فعلا خیلی در کشور ما نیست، ولی جای دیگه بله واکسن هستش. معمولا باز تو افرادی که در معرض خطر هستن به صورت متناوب بالا هر 6 ماه یا 1 سال توصیه شده که این واکسن ها ادامه هستش. گفتن که الان سرما خوردیم ما، صبر کنیم تموم بشه واکسن بزنیم. بله قطعا بهتر هستش که اون دوره در واقع تب، حالا ممکنه یه عفونت باکتریال داشته باشن، مثلا یه سینوزیت داشته باشن، یا یک مثلا سرماخوردگی ساده باشه، یک مدت این وقت بذارن که سیستم ایمنی بتونه خودش رو ترمیم بکنه اصطلاحاً، و یه 3 تا 5 روزی که این تب و علامت ها کاهش پیدا بکنه بعدش واکسن بزنه. خب کسی که ولی آنفولانزا گرفته آنتیبادی طبیعی گرفته دیگه نیازی نیست. بله اینم خیلی با سوال میپرسن، میگن که من که دیگه گرفتم. آره. دیگه من گرفتم پس دیگه واکسن نزدم. نه، باز اینجوری. اولا که شما باید مطمئن بشید. بعد ما گفتیم انواع مختلف داریم. یعنی واکسن نوع H1N1 داریم، H3N2 داریم. حالا من نمیخوام خیلی تخصصی صحبت بکنم. ما اتفاقا در سالهای گذشته چند نوع آنفولانزای A در گردش بود. یعنی یه نوعش مثلا H1N1 بود، یه نوعش یه نوع دیگه بود. بنابراین ممکنه شما حالا حتی اگرم تستت مثبت باشه، ممکنه یه نوعش رو گرفته باشی و به نوع دیگهش ایمن نباشی. بنابراین باز ما توصیه می‌کنیم بعد دوره بیماری حتما واکسن بعد کسی که میاد پیش شما آنفولانزا گرفته، شما بهش میگید چه نوعی گرفتی یا نه؟ ببینید تست تشخیصی هست برای افرادی که واقعا دچار عوارض شدید شدن. یعنی اگر که مثلا عفونت ریه کردن، مشکل قلبی دارن، اصطلاحاً مننژیت یا آنسفالیت، آنفولانزایی است که ما تستا رو انجام میدیم. ولی اکثر افراد چون یک دوره بیماری محدودی دارن و بیماری خفیف هستش، این نیست که حالا ما بریم حتما یه تست تشخیصی بذاریم و تشخیص بدیم. معمولا با یک در واقع درمانای حمایتی کفایت میکنه. حالا ما دارو هم داریم اگر که ببینیم که واقعا آنفولانزای کسی مثبته و در این گروه ها هست، یعنی خانم حامله هستش، سیستم ایمنی ضعیف هستش، حالا اون قرص در واقع اوسلتامیویر یا تامیفلو رو میدیم که در واقع درمانش هست. آقا 135 کیلو وزنشه. آنفولانزای خیلی شدیدی گرفتم، جوری که انقدر پادرد داشتم حتی نمیتونستم تا دستشویی هم برم. خیلی خیلی حالم بد بود، ولی الان روز به روز دارم بهتر میشم. پس من هم گول این بیماری رو نخورم و واکسن رو بزنم. بله الان خوبه که این تجربیاتشون رو هموطنان میگن، به اشتراک میذارن، چون ببینید واقعا شاید فرد فقط چاق باشه، یعنی هیچ مشکلی نشه باشه، نه آسمی داشته باشه، نه مشکل قلبی. ما BMI بالای 40 رو جزو ریسک فاکتورها میگیریم. یعنی افراد چاق به خاطر اینکه باز نقص در سیستم ایمنی دارن حتما حتی اگر گرفتن، حتی اگر هم گرفتن، گفتم ممکنه نوعای دیگر رو بگیرن و خدای نکرده این دفعه ممکنه وارد ریه بشه و مشکلات مغزی ایجاد بشه. بنابراین حتما ما توصیه میکنیم که بعد از دوره بیماریشون واکسن رو تزریق بکنن و خیلی خوبه که این یک تجربه میشه که دیگه در سالهای آینده حتما زودتر بزنن، در ماه‌های اولیه بزنن که دیگه ان شاءالله دوچار نشه. ایشون مثلا یه وقتی که دیگه خودش حس خوب داشت، مثلا 2 هفته بعد بزنه خوبه. بله معمولا یه هفته بعدم خوبه. اگر که دیگه گفته که یادم تو برنامه‌تون گفتین واکسن ایرانی بهتره و جدیدتره، ولی الان میگین مطالعاتش کامل نشده. میشه شفاف توضیح بدید؟ بله در 2 مورد فقط یه مقدار احتیاط فعلا وجود داره. یکی افراد زیر 18 سال و خانم‌های حامله. اینها حالا بهتره که از واکسن‌های دیگه استفاده کنن، اما عوضش یه خوبی خیلی مهمی که داره اینه که گفتم در افراد بالای 65 سال ما اصلا واکسن نوترکیب نداریم، فقط واکسن ایرانی هستش که نوترکیبه. بنابراین برای پدربزرگا، مادربزرگایی که بالای 65 سال هستن حتما واکسن ایرانی توصیه میشه. گفتن که من 7 ماه باردارم، قبلا سابقه سقط داشتم، میترسم الان واکسن بزنم و یه بلایی به سر بچه‌م بیاد، ولی از طرفی از گرفتن آنفولانزا هم میترسم. واقعا تأثیری رو جنین نمیذاره؟ ما متاسفانه که نزدیکانمون در واقع
حامله بودن و ایشون متاسفانه آنفولانزا گرفتن و بچهشون سخت شد. یعنی خود آنفولانزا چقدر در واقع دوا و درمان و اینها، چون بچه دار نمی‌شدن، یعنی با کلی دوا و درمان زیر نظر در واقع متخصص زنان بچه دار شدن و بعد این بچه متاسفانه به خاطر یک آنفولانزا سخت. پس ببینید خود ویروس آنفولانزا چقدر میتونه خطرناک باشه. بنابراین حتما توصیه میشه که واکسن بزنن. حالا افرادی که ما اون آرزه، خیلی بعضی وقتا ممکنه سوال بپرسن که اون ضعف پاها، اون گیلنباره اصطلاحاً، اگه ظرف 6 هفته بعد از تزریق واکسن در سال قبل دچار گیلنباره یا همون ضعف و سستی پاها شده باشن، اینو بهتره با احتیاط بزنن. بازم ننوشتن که شما نزنید واکسنو، چون واقعا واکسن زدن مهمه. اون افراد یا افرادی هستن که به هر حال بعد رعایت بکنن، یا کسایی که واقعا واکسن زدن و حالشون خیلی بد شده، یعنی به دنبال واکسن دچار یه حساسیت خیلی شدید، تنگی نفس، دیسترس تنفسی، افت فشار، اصطلاحا ما میگیم آنافیلاکسی شده باشن، اونها نباید بزنن. برای خانم‌های حامله، خانم‌های شیرده توصیه میشه که حتما واکسن رو بزنن. این گیلنباره میمونه؟ نه، اون هم برگشت پذیر هست در اکثر موارد. حالا مثلا ما یه بازیگر داریم خانم الیکا عبدالرزاقیشون خودشون هم گفتن دیگه گیلنباره دارن و سال‌هاست که یه مقداری بد راه میرن. بله. بهتر شده احتمالاً. اولا که گیلنباره حالا باز علل مختلفی داره، ممکنه مثلا علائم گوارشی به دنبال یک اسهال اتفاق بیفته، یعنی اون آنتیبادی بدن هستش بر علیه رشته‌های عصبی. حالا آنتیبادی به دلایل مختلف ممکنه رخ بده، یکیش حالا واکسن زدن هستش، ولی اکثر موارد باز یک خفیف هستش و بهتر میشن حالا با همون فیزیوتراپی و اینا که ان شاءالله آرزو داریم که ایشون هم که سریعا بهبودی براشون حاصل بشه. گفتن که از بچگی بوده و اینا. گفتن بپرسید که من این که سوالات آلرژی شما الان داره میاد. دوستان ما گفتیم کسی که آلرژی داره هیچ تداخلی واکسن باهاش نداره، یعنی بدتر و بهترش نمیکنه. نه، اگر آلرژی به اجزای واکسن باشه باید با نظر پزشک و تحت نظر زده بشه. ولی اگر که نه، حالا آلرژی فصلی فرد داشته باشه یا مثلا آلرژی به یک سری وسایلی، به محیط داشته باشه، نه، این ارتباطی اصلا به واکسن پیدا نمیکنه و اون مواقعی که حالا علامتشون کمتره بهتر واکسن رو بزن. نوشته آقای دکتر ما از سر ناچاری باید هلندی و فرانسوی و ایرانی بزنیم یا اینکه نه چون من پسرم 2 هفته دیگه از آمریکا داره میاد، اگر فکر میکنید برنده بهتری هستش بگم بیاره برام. نه، واقعا واکسن‌های خوبی هم مال در واقع حالا شرکت سانوفی هستن، آبوت هستش، اینا در واقع واکسن در واقع شرکت‌های معروف هستن و اصلا نگرانی نداره و ناچاری هم نیست. و آپشن‌های مختلف داریم، گزینه‌های مختلف داریم، هر کدومش رو اگه دوستان دوست داشتن میتونن بزنن. و خب بله، در دنیا واکسن‌های مختلف، شرکت‌های مختلف داره تزریق میشه و یه نکته که وجود داره، به هر حال این واکسن‌ها در بدن ما جواب خودشون رو پس دادن. یعنی ما هر سال در واقع این واکسن‌های هلندی و فرانسوی داشتیم و واقعا عوارضی آره، هم از نظر ایمنیزاییشون خوب بودن، هم که عوارض زیادی در ما ایجاد نکردن، بنابراین خیلی راحت میتونن استفاده بکنن. خب سوال پایانی هم من بپرسم، اینکه آقا در مورد واگیرداری آنفولانزا هم بپرسین که گفتن تنفسی از روی سطوح همش میتونه باشه، نه؟ اکثر موارد از طریق تنفسی، حالا درابلت اصطلاح میگیم، یعنی قطرات درشت تنفسه. یعنی اگه من و شما در واقع مثلا 1 متر رو رعایت بکنیم معمولا دچار نمیشیم، ولی خب در مواردی که حالا تجمعات وجود داره یا کسی، مثلا الان هم فصل مدارسه دیگه، مثلا بچه‌هامون هم من گفتم زیر 5 سال بالاخره جزء ریسک فاکتور هست، ولی بچه‌ها به هر حال احتمال اینکه آنفولانزا بگیرن بیشتر است. مربیان بهتره که رعایت بکنن در مدارس. اگر ببینن کسی سرما خورده، آبزش بینی داره، خب این فرد رو جدا بکنن، سریع در واقع هدایت بکنن منزل که افراد دیگر رو آلوده نکنه. حتما سرویس‌های بهداشتی مرتب در واقع تمیز بشه، چون از طریق سطوح و در واقع ترشحات افراد هم ممکنه منتقل کننده باشه. بعد بهتره یک سری آموزش‌هایی رو بالاخره به بچه‌هامون بدیم که اگه کسی سرما خورد، کسی آبزش بینی داشت، بهتره نزدیکش نشن، باهاش دست ندن، از پاک‌کن و مدادهای مشترک بهتر استفاده نکنن که انشالله کمترین بیماری بگیریم. خیلی خوب، از شما متشکرم آقای دکتر اسداللهی. سپاس فراوان آقای دکتر علی اسداللهی امین، فوق تخصص بیماری‌های عفونی که امروز کنار ما بودن. از شما خیلی ممنونم، از خودتون خیلی مراقبت بکنید. فکر می‌کنم که دیگه قشنگ همه چیزو در مورد آنفولانزا و چگونگی زدن واکسن و اینا دونستین. متشکرم.
انشالله که بیمار نشید. خداحافظ. من از خدا میخوام که حالم دلا رو به راه کنم، میخوام حساب ما رو از غصه و غم جدا کنم، میخوام ازش که ساعت دل خوشی ها رو کش بده، به ما به جای درد و بی طاقتی آرامش بده. اون که بخواد تو میرسی به هرچی غیر ممکنه، فکر و خیال خوبیاش قوی ترین مسکنه. اون میتونه با یه اشاره مشکل رو حل بکنه. الهی وقت خستگیت خدا تو رو بغل کنه، خدا تو رو بغل کنه.